در اساطیر ایران پهلوان بی‌نظیری وجود دارد که کارهای بسیار بزرگی انجام داده است. گرشاسپ که در برخی منابع سام نام دارد، قهرمانی بود که بی‌مرگ آفریده شده بود. او تعداد بسیار زیادی از دشمنان ایران را از بین برد. گرشاسپ مرغ هیولا پیکر کمک و اژدهای زهرآگین زرین پاشنه را کشت و بخشی از فره کیانی جمشید را به دست آورد، اما فریب یک پری را خورد و با او ازدواج کرد. پریها در اساطیر ما موجودات اهریمنی هستند. در اثر این ازدواج اشتباه و پرستیدن بت‌های تورانی و بی احترامی به آتش، بیمرگی از گرشاسپ گرفته شد. در میدان نبرد تیر خورد و به خواب ابدی فرو رفت. در پایان جهان که ضحاک از بند رها می شود تا زمین و مردمان را نابود کند، به فرمان اهورامزدا گرشاسپ از خواب بیدار می شود و ضحاک را می کشد. لطفاً این ویدیو را لایک کنید و برای دیگران هم بفرستید. ممنونم. هیولا مرغی به نام کمک یا کمک در آسمان پرواز می کرد. وقتی بال می گشود نه نور و نه قطره‌ای باران به زمین می رسید. آدمیان را هم مثل دانه بر می چید و می خورد. وجودش باعث خشکسالی و از بین رفتن محصول شده بود تا اینکه گرشاسپ به دلاور 7 شبانه روز او را تیرباران کرد و کمک فرو افتاد.